الله وبركاته. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أجمع كلمتهم على الحق، اللهم أنصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أرفع عنهم الظلم والبلاء، اللهم اجعل بينهم المودة والرحمة، واجعلهم يدا واحدة على الخير. اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ولهم، واجعلنا من عبادك الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صفوف مسلمانان را یکی کن. خدایا دلهای آنان را به هم نزدیک کن. خدایا آنان را بر راه حق جمع کن. خدایا مظلومان مسلمان را در هر جا یاری فرما. خدایا ظلم و سختی را از آنان دور کن و میان مسلمانان محبت و رحمت قرار بده. خدایا حال امت محمد صلی الله علیه و سلم را اصلاح کن و ما را از بندگان صالح خود قرار بده.